دوستان سلام، به کانال رویت ویژن خوش اومدید. تو این جلسه قراره با یوزر اینترفیس یا رابط کاربری نرم افزار رویت آشنا بشیم. زمانی که نرم افزار رویت رو باز میکنیم با یک سری پنجره ها و همچنین ابزارهای مختلف آشنا میشیم که تو این جلسه قراره یک تور کامل در رابطه با این ابزارها که در قالب رابط کاربری نرم افزار رویت هستن آشنا بشیم. ابزارهایی مثل تب‌های مختلف، پراجکت بروزر، پراپرتیز، آپشن بار و صفحه ترسیمی نرم افزار رویت. این ابزارها رو یاد میگیریم تا بتونیم در حین انجام پروژه از محیط نرم افزار رویت به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و پروژهمون رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم. خب دوستان، زمانی که ما نرم افزار رویت رو باز میکنیم، وارد صفحه هوم نرم افزار میشیم. تو این قسمت ما میخوایم یک فایل جدید، یک پروژکت جدید باز کنیم. حالا من تو جلسات بعدی، جلسه مربوط به تمپلیت، براتون توضیح میدم که چطور یک پنجره جدید رو باز کنیم، تنظیمات مربوط به تمپلیتمون چی هستش. حالا اینجا من صرفا برای اینکه به شما یوزر اینترفیس رو یاد بدم، از قسمت نیو یک تمپلیت جدید رو، یک تمپلیت رو انتخاب میکنیم و یک فایل جدید رو باز میکنیم. خب دوستان، همونطور که میبینید الان این صفحه ترسیمی نرم افزار رویتمون هستش. ما از یک سری موارد، این صفحه از یک سری موارد و دستورات تشکیل شده. ببینید، مورد اولی که میخوام آموزش بدیم، در قسمت بالا سمت چپ پنجره مربوط به فایل هستش. این پنجره در واقع پنجره هستش که مدیریت اون فایل و پروژه‌مون رو انجام میده. در قسمت نیو ما میتونیم یک پروژه جدید رو باز کنیم، یک فامیلی جدید، یک محیط حالا ترسیمی کانسپچوال مس رو باز کنیم و موارد اینچنینی. همچنین ما اوپن رو داریم، میتونیم در قسمت اوپن بیایم و کلاد مدل رو باز کنیم. این در واقع یک فضای ابری یا یک سروری هستش که ما میایم فایلمون اونجا ذخیره میکنیم و میتونیم به صورت تیمی همزمان روی اون فایل کار کنیم. میتونیم پروژه هامون رو باز کنیم، فامیلی هامون رو باز کنیم، یا یک فایل رویت دیگه ای باز کنیم، یا فایل های مربوط IFC رو باز کنیم. IFC در واقع یه فرمتیه که بین نرم افزارهای بی محور ما میتونیم خروجی بگیریم. مثلا تو رویت مدل کردیم، برای مثال توی نرم افزار آرشیکد باز کنیم، یا تو اسکچاپ باز کنیم، یا میتونیم فرضاً تو یک ورژن بالاتری نرم افزار خروجی IFC بگیریم و توی سیستم دیگه اگر اون ورژن رو نداشته باشیم با ورژن پایینتر اون فایلمون رو باز کنیم. همچنین در آخر این پنجره یک قسمتی داریم در قالب سامپل فایل ها که سامپل فایل هایی هستش که خود نرم افزار رویت به صورت پایه توی این تنظیمات قرار داده. ما سیو رو داریم، سیو از رو داریم، دوباره حالا قسمت کلاود مدل رو داریم، پراجکت رو داریم، فامیلی رو داریم، تمپلیت رو داریم. حالا اینکه اینجا فامیلی اینجا باز نشد، یعنی برای ما غیر فعاله، تو جلسات بعدی در مورد حالا زمانی که وارد توضیحات مربوط به تمپلیت ها و فامیلی ها شدم کامل بهتون توضیح میدم که چرا این فامیلی اینجا برای ما غیر فعاله. ولی اگه بخوام یه توضیح کوتاهی بهتون بدم، این فایل رو میبندم. ببینید، ما اینجا تو جلسات اول بهتون گفتم ما دو تا قسمت داریم، قسمت مدل و قسمت فامیلی. زمانی که ما مدل رو، یعنی یک پروژه جدید رو باز میکنیم، نمیتونیم در قالب یک فامیلی بیایم و اون مدلمون رو ذخیره کنیم. حالا من الان براتون فرضاً یه فامیلی جدید باز میکنم، مثلا فامیلی مربوط به پنجره. نگاه کنید الان که وارد میشیم در قسمت سیو است، ما دیگه سیو مربوط به تمپلیت
پراجکت و کلود مدل رو نداریم، صرفا مربوط به فامیلی رو داریم. یعنی این یک تمپلیتی داره، یک الگویی داره که فامیلی هامون میتونیم ایجاد کنیم، میتونیم ویرایششون انجام بدیم و سیومون هم بر اساس همون فامیلی ها هستن. حالا من در ابتدای این ویدیو که اومدم و یک پروژه جدید باز کردم از قسمت مدل این کار انجام دادم. حالا در قسمت فامیلی که ما باز کردیم دیدیم هم پروژه مدلمون غیر فعاله و هم تمپلیتمون. ببین زمانی که ما میایم یک مدلی رو باز میکنیم دو تا گزینه برامون میاد، یک قسمت مربوط به پروژکت و یک قسمت مربوط به پروژکت تمپلیت که تو جلسه مربوط به تمپلیت بهتون گفتم کامل توضیح میدم. ولی این که توی فامیلی ها تمپلیت ها و پراجکت هامون غیر فعال شده بودن، دلیلش صرفا این بود که تمپلیت ها و پراجکت هامون از قسمت مدل هامون میاد و باز میشه. بعد خب میبینیم که حالا در قسمت پراجکت یا مدلمون که این فایل جدید رو باز کردیم قسمت تمپلیتمون هم فعاله. تو قسمت بعدی ما اکسپورت رو داریم که میتونیم توی فرمت های مختلف PDF، IFC یا DWG و DWF بیایم و خروجی هامون رو بگیریم. قسمت بعدی پرینت هستش که ما میتونیم حالا پرینت هامون رو بگیریم. و یک گزینه دیگه ای که توی این فایل هستش گزینه مربوط به آپشن. آپشن تنظیمات گرافیکی اون فایلمونه که میتونه تنظیمات مربوط به رندرینگمون باشه، یوزر اینترفیسمون باشه، رنگ هامون باشه که در حین آموزش پنجره های مختلف و دستورات مختلف ما میایم و تنظیمات مربوط به آپشن رو توضیح میدیم. یعنی من الان نمیخوام بیام و دونه دونه اینا رو توضیح بدم، ولی توی جلسات مختلف میام و در مورد هر کدوم از اینا توضیح میدم و زمانی که یک شناخت کلی به دست آوردید میایم و توی یک جلسه ای من کلا تنظیمات مربوط به آپشن رو خدمتتون میدم. خب این قسمت فایل که براتون توضیح دادم. دوستان ببینید این قسمت، تمام این قسمت بهش میگیم ریبون. ریبون ما از یک سری تب های تشکیل شده، یک سری پنل های تشکیل شده. از یک سری تب های تشکیل شده. مثلا ما تب مربوط به آرشیتکت رو داریم که تنظیمات مربوط به یا دستورات مربوط به معماری درش هستش. تب مربوط به استراکچرمون رو داریم که تنظیمات مربوط به سازمون هست، مثلا دیوار سازه‌ای، ستون سازه‌ای یا تنظیمات مربوط به اسلب هامون و تنظیمات مربوط به میلگرد گذاریمون. استیل رو داریم که در رابطه با سازهای فلزی هستش، جوش ها و اتصالاتمون. پیرکست رو داریم که در رابطه با پیرکست هامون هست. سیستم که صرفا مربوط به تأسیسات هست، حالا میخواد مکانیک باشه یا برق باشه. اینزرت دستورات مربوط به ورودی ها، یعنی فایل های ورودی که ما میخوایم توی نرم افزار داشته باشیم، مثلا فایل های کدی که داریم یا اگر عکسی میخوایم وارد کنیم یا یک فایل PDF میخوایم وارد کنیم. انوتیت تنظیمات مربوط به اندازه گذاری هامون هستش. آنالیز مربوط به آنالیز هستش که حالا مربوط به سیستم یعنی همون تأسیساتمون میشه. آنالیز انرژی و آنالیز نورمون، یا حالا میتونیم آنالیز سرمایش و گرمایشمون هم انجام بدیم. مسینگ اند ساید در واقع برای مدل سازی و طراحی یک کانسپت اولیه یا همچنین مدل سازی اون توپوگرافی پروژه‌مون. کلابریت رو داریم که مربوط به تنظیمات ورک شیرینگ هستش که یک فایل رو بیایم و شیر کنیم و به صورت تیمی درش کار کنیم. ویو تنظیمات مربوط به دید پروژه‌مون هستش. منیج تنظیمات مدیریت فایل میتونیم بگیم هستش. و توی این
ریبون ما میتونیم یک سری پلاگین های رو نصب کنیم و این پلاگین ها اینجا هم بیان. یک سری پلاگین ها اینجا میان و یک سری پلاگین ها در قسمت ادینز اضافه میشن. مودیفای هم مربوط به تنظیمات ویرایشی مدلمون هست. خب دوستان ببینید ما میتونیم جاهای هر کدوم از این تب ها رو تغییر بدیم. ما میتونیم کنترل رو بگیریم و برای مثال ویو رو جاش رو تغییر بدیم و بگیم که از ویو بیشتر استفاده میکنیم و اینجا میذاریم، یا مودیفای رو زمانی که کنترل رو فشار میدیم میاریم و میذاریم بین ویو و استراکچر. یه نکته هم در رابطه با این تب ها بگم. ببین دوستان گاهی اوقات پیش میاد که ما این گزینه رو اینجا میزنیم و این قسمت مربوط به دستوراتمون کوچیک میشه. صرفا شما کافیه چند بار روی این کلیک کنید و به اون حالت نمایشی که میخواین برسید. خب ببینید دوستان گاهی اوقات ما صرفا میایم و روی یک سری از تب ها یا یک سری از دیسیپلین ها کار میکنیم. مثلا کسی که میخواد روی تب آرشیتکت کار کنه نیاز به استراکچر، استیل، پریکست یا سیستم نداره. حالا چطور میتونیم اینها رو از این قسمت در واقع هایدشون کنیم؟ این هستش که ما بیام در قسمت فایل، آپشن، در قسمت یوزر اینترفیس. ببینید الان تب های مربوط به دیسیپلین های مختلف اینجاست. مثلا من میخوام الان استراکچر رو غیر فعال کنم، اوکی رو میزنم و میبینم که استراکچر از اینجا حذف شد. و یا میخوام سیستم ها رو حذف کنم، مسینگ رو، تنظیمات مربوط به انرژی رو، آنالیز ها رو. خب میبینیم که الان صرفا تب مربوط به آرشیتکتمون هستش و یک سری تب ها یا یک سری پلاگین هایی که نصب کردیم. حالا من یه نکته بهتون بگم، ما میایم و اینجا آرشیتکت هم حذفش میکنیم. خب دیگه الان تیک فعالی نداریم. ببینید دوستان یک سری تب ها به صورت پیش‌ورز در تمام دیسیپلین ها کاربرد دارن. یعنی ما نمیتونیم ویو رو، مودیفای رو، اینزرت رو، انوتیت رو هاید کنیم و بگیم که اینا رو نمیخوام. اینها مواردی هستن که تمام دیسیپلین ها باید تسلط داشته باشن روشون و نیاز هستش که تو تمام دیسیپلین ها باشه. خب تو این قسمت من میام دوباره تب‌های مربوط رو اضافه میکنم. خب این تمام مواردی بود که در رابطه با ریبان ها نیاز بود بهتون بگم. حالا مورد بعدی که میخوام بهتون بگم پنجره مربوط به کویک اکسس تولبار هستش. یک سری دستورات پرکاربرد که در قالب یک پنجره اینجا برامون ظاهر میشه که ما میتونیم جاش رو تغییر بدیم، از این قسمت یا ببریم به قسمت بالا. حالا هر جور که خودتون راحت هستین. یک چیز کاملا سلیقه‌ای هستش، بالا یا پایین هیچ فرقی نمیکنه. ببین دوستان ما زمان که این گزینه مربوط به این ور رو میزنیم میتونیم یک سری دستورات رو حذف کنیم یا اضافه کنیم. مثلا این دستور مربوط به 3D مدل هستش. ببینید من میام و اینجا دیفالت 3D ویو رو هایدش میکنم و زمانی که دوباره بخوایم این کلیک رو بزنیم اون دستورات میان. حالا یک سری دستوراتی هستن که در این قسمت وجود نداره. ما زمانی که بخوایم یک دستور یا یک ابزار پرکاربردی خودمون اضافه کنیم میایم روی اون ابزار، مثلا روی ابزار روف کلیک راست میکنیم و اد تو کویک اکسس تولبار رو میزنیم. میبینیم که در این قسمت اضافه شده. حالا من یک سری دستورات رو اضافه میکنم از تب‌های مختلف.
تا بهتون یه نکته ای رو بگم. خب ببینید دوستان، تو پنجره کویک اکسس تولبار ما میتونیم بیایم و دستوراتی که از یک پنل یا مشابه هم هستن رو با یک جدا کننده یا سپریتور از هم دیگه جدا کنیم. مثلا اینها تمام دستورات مربوط به پوش فایل هستش که اینجا قرار داده شده. حالا من اومدم و یک سری دستورات رو خودم اضافه کردم، مثلا فلور، روف و ویندو دستوراتی هستش که ما از تب آرشیتکت آوردیم. میایم از این قسمت اد سپریتور رو میزنیم و میبینیم که این موارد جدا شدن از بقیه دستورات دیگه. مثلا ما اینجا استراکچر ریوار رو داریم، خرپاها رو داریم، اینها مربوط به تب استراکچر هستن. دوباره من اینجا یک سپریتور رو قرار دادم و همچنین این قسمت مربوط به تأسیسات بود که با این قسمت مربوط به استیل و میخوام جدا سازی انجام بدم. میبینید که با سپریتور ما میتونیم اینها رو جدا کنیم. حالا زمانی که شما بخواید یک سری از این دستورات رو جاهاشون رو تغییر بدید و توی دسته دیگه قرار بدید، مثلا ما میخوایم این تگ بای کاتگوری رو ببریم تو این قسمت، میایم از این فلش بالا استفاده میکنیم و میاریم در اینجا، یا دوباره میتونیم پایین بیاریم و بذاریم اینجا. خب دوستان، پس ما تو این جلسه فایل، ریبون ها و همچنین کویک اکسس تولبار رو یاد گرفتیم. برای اینکه این جلسه‌مون طولانی نشه، من جلسه رو اینجا تموم میکنم و تو جلسه بعدی در مورد پنجره ها و دستورات دیگه مربوط به یوزر اینترفیس توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدم. اگر این ویدیو براتون مفید بود، ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها مطرح کنید. فعلا خدا نگهدار.